هلاله تبدى تشوقا ووجدا وجنة تفتحت شوقا تنادي العبد. شب قدر است و امشب راز دارم، نگه تا صبح امشب باز دارم. دلم از عشق پرشور و غوغاست، شب قدر است و اخترها غمینند. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما روزداران محترم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پرخیر و برکت. و همچنین عرض سلام دارم خدمت شیوخ بزرگوار که در جمع ما حاضر هستند. ما امشب در خدمت شیوخ بزرگوار هستیم که یک گفتگوی صمیمانه در مورد شب‌های قدر با هم دیگه داشته باشیم و امیدواریم که روزداران مؤمن هم از این گفتگو استفاده کامل رو ببرند. در آستانه شب‌های قدر هستیم، شب‌هایی که الله تبارک و تعالی به این شب‌ها اهمیت بسزایی داده. لذا برای اینکه ما بفهمیم این شب قدر چه شبی است و چقدر دارای اهمیت هست، اینجا ما از سید بزرگوار این سوال رو داریم که شب قدر چه هست و چه درجه و اهمیتی در نزد الله تبارک و تعالی داره. شب قدر مهمترین، ارزشمندترین و بزرگترین شب سال است. احسن. فضیلت و بزرگی این شب رو خداوند تبارک و تعالی در سوره قدر خیلی زیبا برای ما توضیح میدهند. سه نکته خیلی مهم در سوره قدر وجود داره که اگه بهش دقت بکنیم ویژگی های شب قدر رو ما میتونیم از دل آیات سوره قدر بیاریم بیرون. بله. یکی نزول قرآن کریم هست که خداوند متعال در نخستین آیه این سوره بهش اشاره میکنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر. ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. باز خداوند متعال در سوره دخان به همین موضوع اشاره میکنه در اوایل سوره دخان که انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را در شب مبارکی نازل کردیم که اشاره به شب قدر دارد. پس نخستین ویژگی شب قدر اینه که قرآن در اون نازل شده است. نکته دوم این که این شب از 1000 ماه بهتر است. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. شب قدر از 1000 ماه بهتر و پرفضیلت‌تر است. یعنی ما هر عبادتی که در این شب انجام بدیم، هر کار خوب و عمل صالحی که در این شب انجام بدیم، مثل این که ما 1000 ماه در عبادت خداوند متعال بودیم. بله. از دیگر ویژگی شب قدر حضور فرشتگان در این شب هست. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. حضور فرشتگان و جبرئیل علیه السلام به صورت خاص که در این شب به آسمان دنیا میان و به هر حال درهای رحمت و مغفرت الهی ویژه در این شب باز هست. تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم من کل امر. بعد در ادامه فرمود سلام هی حتی مطلع الفجر. بحث آرامش، بحث سکون، بحث طمأنینه‌ای که خداوند در این آیه اشاره میکنیم باز یکی دیگر از ویژگی های شب قدر است. یه ویژگی بسیار مهم دیگری هم که در این شب هست که پیامبر علیه السلام در حدیثی بهش اشاره میکنند: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که شب قدر رو از روی ایمان و احتساب و به امید اجر و پاداش اون رو زنده نگه داره، شب زنداری بکنه، خداوند متعال تمام گناهان گذشته را میبخشد و محو میکند. در نکته دیگری که در بحث شب قدر هست اینه که اون چیزی که از احادیث برای ما گفته شده اینه که ما شب قدر رو باید در 10 شب
اخیر رمضان، شبهای دهگانه، شبهای پایانی ماه مبارک رمضان جستجو بکنیم، به ویژه در شبهای تاک، شبهای فردش 21، 23، 25، 27 و 29. نکته پایانی که در این گفتگو میخوام خدمت شما اشاره بکنم به اون اینه که حکمت شب قدر در این است که خداوند به عنوان فرصتی برای تحول روحی به ما این فرصت رو میدهد که ما از درون یه تحول عظیم و تحول شگرفی برای خودمون به وجود بیاریم، که ما امیدواریم خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که بتونیم از این شبهای قدر به نحو احسن استفاده بکنیم و برای یک تحول زیبا و تحول شگرف در زندگیمون انشاءالله ازش به نحو احسن استفاده بکنیم. احسن، جزاکم الله خیرا جناب سید بزرگوار، سلامت باشید. از توضیحات زیبا، کامل و شیواتون. با توجه به بیانات جناب سید در مورد شب قدر و اهمیتش، الان میخوام یک سوال رو از جناب شیخ طاهر بپرسیم که فلسفه پنهان بودن شب قدر چه هست؟ یعنی چرا این شب پنهان هست و آیا برای درک این شب علائم و نشانه های وجود داره که ما بفهمیم امشب شب قدر هست یا نه؟ اینو برای ما توضیح بفرمایید. در احادیث متعددی در مورد شب‌های پایانی ماه مبارک رمضان، شب قدر، اشاره ای شده، گرچه به صورت قطعی نیست. مثلا در مورد شب‌های فرد یا به صورت ویژه در شب 27 رمضان. و در جای دیگر داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که شب قدر را در دهه پایانی رمضان جستجو بکنید. حالا حکمت این پنهان ماندن شب قدر چی میتونه باشه که من میخوام به 2-3 مورد اشاره داشته باشم. یکی این که تشخیص عبادت صادقانه و خالصانه بندگان الله در این 10 شب هست. این که بخاطر یک شب، شب قدر، برای 10 شب برنامه ریزی میکنن، تلاش میکنن، کمر همت میبندن و صادقانه و خالصانه خدا را عبادت میکنن برای اینکه یک شب را دریابن. و 2، هر چقدر اعمال حسنه، اعمال نیک در این دهه پایانی بیشتر باشه، اجر و پاداش اون هم به تبع آن بیشتر خواهد بود. اما در مورد علائم و نشانه آن، گرچه شب قدر به هر حال مخفی هست، ولی در احادیث نشانه های اومده که شاید بیشتر به ما کمک بکنه در تشخیص شب قدر، که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یکی از علائم های شب قدر اینه که اون شب شب آرامی هست. لیلة القدر لیلة ساکنه لا حر فیها ولا برد. خب شب قدر شب آرامیه و نه هوا گرم هست و نه سرد، یک هوای معتدلی اونجا حاکم هست. و در روایت دیگر رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند و فی صباحها تطلع الشمس لا شعاع لها. و در صبح شب قدر خورشید وقتی که طلوع میکنه، در روزهای دیگر شعاع خورشید خیلی شدیدتره، ولی در صبح شب قدر اون شعاع دیگه نیست. و این میتونه به چند مورد از علائم های شب قدر باشه که در تشخیص شب قدر به هر حال به ما کمک میکنه. ممنون، با تشکر از جناب شیخ طاهر. در ادامه گفتگوی ما در مورد شب‌های قدر به اینجا میرسیم که در این شب‌های قدر چه عبادتی بیشتر توصیه شده و این سوال رو از جناب شیخ معلمی داریم که برای ما بیان بکنه که در این شب‌های قدر چه عباداتی برای ما توصیه شده. اعمالی که در شب‌های قدر روایت است که به حال
انجام بپذیره نماز قیام هست. کما که پیامبر علیه السلام میفرمان من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تلاوت قرآن هست، دعا و تضرع هست، صدقه دادن هست. چون که به حال صدقه یکی از اعمال بسیار مهمی هست که ثواب و اجر بسیاری دارد. در تکمیل صحبت‌های جناب شیخ علی معلمی بزرگوار، اون حدیث معروف ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، اینجا لازمه بهش اشاره بکنیم که میفرمایند ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر من شب قدر رو درک بکنم در این شب چه دعایی بخونم؟ پیامبر بهش میفرمایند که این دعا رو بخون: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگار تو بخشنده ای، عفو و بخشش را دوست داری، پس ما را مورد عفو و بخشش خودت قرار بده. این دعا رو در این شبها باید فراوان زمزمه زبانمون بکنیم و از خداوند متعال طلب عفو و بخشش بکنیم. تشکر میکنیم از بیانات جناب شیخ معلمی و همچنین تکمیل صحبتایی که جناب سید فرمودن و در ادامه بریم سر بحث بعدیمون در این مورد که شیوه پیامبر و اصحاب و بزرگان دین ما در شبهای قدر چگونه بوده، این شبها رو چگونه دریافت میکردن و این سوال رو از جناب شیخ حبشی داریم که به ما جواب بدن. بفرمایید جناب شیخ. از منظر اسلام و مسلمین و این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت خاصی به این دهه آخر ماه مبارک رمضان اهمیت قائل بودند و این که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که به دهه آخر ماه مبارک رمضان میرسیدیم ما حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کمرشان را محکم میبستند، یعنی خودشان را برای طاعت و عبادت کردن الله متعال آماده میکردند. بلکه این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اهل و خانه را هم خلاصه بیدار میکردند تا اینکه در طاعت و عبادت کردن الله متعال سهیم باشند. و اصحاب هم رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم همچنین مانند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت خاصی به این دهه آخر ماه مبارک رمضان به ویژه به شب قدر و شبهای تاک ماه مبارک رمضان داشتند، تا جایی که خودشون را مشغول میکردن به تلاوت قرآن، ذکر و دعا. و آمده است که اینکه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه علاوه بر اینکه تمام عبادات را انجام میداد زیاد توبه و استغفار میکرد و همچنین بزرگان و علمای اهل سنت، یعنی امامان بزرگ اهل سنت امام شافعی رحمت الله علیه و احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و دیگر بزرگان اهل سنت اهمیت خاصی قائل بودن به این دهه آخر ماه مبارک رمضان و پیروانشان را خلاصه تشویق میکردن و توصیه میکردن آنها را به این که این دهه ماه مبارک رمضان را، دهه آخر را قدر بدانند و خودشان را مشغول کنند به انجام نوافل و تلاوت قرآن و کارهایی که خلاصه مربوط به دهه آخر ماه مبارک رمضان است. پس این تقریبا به ما این را میرسونه، تقریبا یعنی میخوایم نتیجه گیری بکنیم اینا که دهه آخر ماه مبارک رمضان یک دهه طلایی است برای همه مسلمانان. چه خواهرها و چه برادران بزرگوار همه باید انشاءالله تعالی تا جایی که میتوانیم از این دهه آخر ماه مبارک رمضان استفاده وافی را ببریم انشاءالله تعالی. با تشکر از جناب شیخ حبشی نسبت بیانات زیبا و کاملشون. در ادامه یک جنبندی داریم به نسبت مطالبی که شیوخ بزرگوار مطرح کردن و در این مورد صحبت شد. یکی بحث شب قدر بود که چه شبی است و درجه اهمیتش. گفتیم شب قدر شبی است که الله تبارک و تعالی قرآن رو نازل کرده و این شب از لحاظ درجه اهمیت و فضیلت خیر من الف شهر هست، از 1000 ماه ارزشش بالاتر هست. این که چرا حالا پنهانی هست، فلسفه پنهانی بودن و حکمتش در این هست که الله تبارک و تعالی خواسته که مؤمنین
در این دهه آخر به نسبت همه شبها این درجه اهمیت رو بدن و به عبادت پروردگارشون مشغول باشن و پروردگارشون رو عبادت بکنن. در مورد عبادت‌های خاصی که در این حالا شبها باید انجام بگیره، حالا بهتره که انجام بگیری، بحث نماز هست، تلاوت قرآن هست، دعا هست و حتی صدقه دادن هست و هر عمل خیر و صالحی که یک بنده میتونه انجام بده، هر چند هم یک عمل صالح خیلی کوچک هم باشه. و پیامبر علیه السلام هم در این شبها خودش و خانواده خودش رو هم تشویق و ترغیب میکرد که در این شبها به عبادت بپردازند و همه خانواده رو همراه و همگام با خودش در این عبادت شریک میکردند. با تشکر از شیوخ بزرگواری که در این گفتگو همراه ما بودند و همچنین تشکر و قدردانی رو داریم از تمام مؤمنین روزه‌دار که با ما در این گفتگو همراه بودند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.